بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت دوم از داستان اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما و اشاره کردیم که ایشون چه فضائلی داشت، چه شرافت و مکانتی در امت اسلامی و در جهان اسلام داره. رسیدیم به این که گفتیم که ایشون میتونست اسما در شرایط ویژه واقعا به گونه ای عمل بکنه که شاید خیلی از مردها اون توان رو نداشته باشن، اون حکمت رو، اون شجاعت رو و اون دوربینی رو نداشته باشن در برخورد. مثلا اشاره کردیم که در قسمت قبل که وقتی ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق که مشرک بود، ابو قحافه اومد خونه گفت ابوبکر من همه چی رو برده و همین جوری هم بود. ابوبکر صدیق به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله هر چه دارایی داشت با خودش همراه برد. اسما وقتی که این شرایطی دیدی گفتیم که دیگه اومد چیکار کرد، مقداری ریگ رو مثلا در محلی گذاشته بود و مثلا صندوقی بود یا تاقچه هر چی روش پارچه‌ای کشیده بود و بعد پدر بزرگش نابینا بود، گفت نیا کن بابا بزرگ چقدر برای ما زیاد گذاشته. پدر بزرگ گفت خیالم راحت شد، چرا که این میدونست که این مشرک پدر بزرگش و اگر هم ممکن ناراحت میشه هم ممکنه بره تعریف بکنه و زبان مشرکان دراز بشه. حالا میخوایم تصویر دیگری را از اسما داشته باشیم، دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه در موقع آخرین دیدارش با فرزندش عبداللهی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اولین غذایی که خورده و اولین میشه گفت رطوبتی که در دهانش گذاشته شده آب دهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. اولین فرزندی بود که در هجرت به دنیا اومد به محض اینکه اسما رسید به قبا. داستان از اینجاست که تاریخ هرگز این داستان رو فراموش نمیکنه. خود منم یادم میاد که در دبیرستان این داستان رو ما خوندیم و خیلی داره قابل تأمل هست. ببینید عبدالله زمانی که بالاخره یک داستان داریم بعد از شهادت حضرت حسین رضی الله عنه، این گونه بود که بالاخره عبدالله هم حرکت کرد و با تعدادی از مردم باهاش بیعت کردن، با یزید بیعت نکرد و تونست مقداری از سرزمین‌های اسلامی رو تحت سیطره خودش قرار بده، مثلا از حجاز و مصر و عراق و خراسان و قسمتی از سرزمین‌های شام، اینا همه تحت بیعت تقریبا میشه گفت عبدالله قرار گرفته بود. و به همین سبب بین بالاخره سپاه مروان بن حکم یعنی اموی ها و عبدالله بن زبیر یک اختلاف خاصی پدید اومد. یعنی وقتی زبیر مرد، یزید مرد، عبدالله بن زبیر قیام کرد و این مناطق رو گرفت و میشه گفت یک حکومت جدیدی به نام حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی تشکیل داده بود. بنی امیه وقتی این جریان رو دیدن که عبدالله بن زبیر هر روز داره بر قدرتش اضافه میشه، اینی که یک سپاه گسترده و قوی رو فرستادن به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی. حجاج هم در جنایت و کشتار در تاریخ بی‌نظیر هست، یعنی در بیرحمی، در کشتار، هر جا در تاریخ صحبت میشه میبینید حجاج در رأس این جریان هست، در قله هرم این جنایت ها و کشتارها هست. در هر صورت حجاج اومد مکه رو محاصره کرد و جنگ سختی بین حجاج و پیروان عبدالله بن زبیر در گرفت. عبدالله بن زبیر هم خب شخصیت ضعیفی نبود، یک قهرمان و جنگاوری بود که کمتر کسی مشاهد بود، مشاهد میتونست یک مشابه اون وجود داشت در جنگاوری و در مبارزه. اما بالاخره با هر طریقی بود حجاج بن یوسف اومد اطرافیان عبدالله بن زبیر رو از اطراف اون پراکنده کرد، به قول معروف با تهدید شده بود، با مال شده بود، به گونه‌ای که دیگه تنها شده عبدالله بن زبیر در جنگ. میشه گفت به نوعی لحظات پایانی و شکست قطعیش بود، اما حاضر نبود تسلیم بشه. اینجا بود که دیگه به کعبه پناه آورد عبدالله بن زبیر با تعدادی چند از یارانش که باهاش مونده بودن. اما قبل از اینکه آخرین برخورد و آخرین پیکار رو داشته باشه با حجاج بن یوسف، گفت من حالا زمانیه که باید برم پیش مادرم. خب نیا کنید زمان حجاج بن یوسف هنوز اسما بنت ابیبکر زنده هست، مادر عبدالله بن زبیر. رفت پیش مادرش. در اون موقع مادرش دیگه خیلی پیر شده بود، سن زیادی داشت و بیناییش هم از دست داده بود. درسته که دندانهاش سالم بود، در گفت درسته که از نظر عقلی خیلی قوی و باهوش بود و اما دیگه بینایی خودش رو از دست داده بود. اومد گفت سلام مامان، سلام و رحمت برکات بر تو مامان عزیزم یا مادر جان. مادرش هم گفت علیکم السلام عبدالله، چی شده که در این شرایط جنگی
که دیگه میشه گفت که داره منجنیقای حجاج بن یوسف کعبه رو هدف قرار داده، خونه‌های مسلمانان اهل مکه رو هدف قرار داده، پرتاب میشه و حرم در خطر هست و از پرتاب این منجنیق‌ها و سنگ‌ها به سوی کعبه تمام مکه داره میلرزه. الان وقتی واسه چی اومدی سلام میکنی به دیدن من؟ گفت نه مادر، من اومدم با شما مشورتی بکنم. مادرش گفت میخوای با من مشورت کنی؟ در چه مورد میخوای با من مشورت کنی؟ گفت نگاه کن مادر، یه اتفاقی افتاده. مردم منو خار کردن، منو رها کردن، از اطراف من از ترس حجاج بن یوسف ثقفی پراکنده شدن، رفتن، حالا یا دنبال مال بودن یا ترس بودن یا هیچی، تا اینکه من موندم و خانوادم. تازه خانوادم هم منو رها کردن. یعنی اینقدر شرایط حساس و خطرناک شده. به جز تعداد اندکی کسی دیگه با من نیستش و طرف مقابل ما هم قدرتمنده. ما شاید نتونیم بیشتر از 1 ساعت یا 2 ساعت دیگه مقابل اونا مقاومت کنیم و بجنگیم. بنی امیه هم نماینده‌ای فرستاده، پیامی فرستاده که بیاییم با هم گفتگو کنیم. اگر شما بیاییم با ما گفتگو کنید، دست از این بالاخره مقابله با ما بردارید و این حکومتی که تشکیل دادید اینجا رها بکنید، هر چی بخوای از دنیا بهتون بدیم، دست از اسلحه بردارید، بیا برید با عبدالملک بن مروان بیعت بکنید و همه چی تموم میشه. نظرت چیه مادر؟ تا من جنگ رو تموم بکنم برم بالاخره با عبدالملک مروان بیعت کنم و بالاخره اونها هم وعده هایی به من دادن. شرایط دیگه حداقل مرگی پیش نمیاد و اتفاق دیگه پیش نمیاد. یه دفعه اسما که خب پیرزنی بود، 100 سال سنش بود، صداشو بلند کرد، با صدای بلند گفت این شأن خودته، مورد خودته، به من ربطی نداره، تو حال روز خودت رو بهتر از من میفهمی. اگر فکر میکنی بر حقی و به سوی حق مردم رو دعوت کردی، خب صبر کن، مقاومت کن، همان گونه که دوستان و یاران تو مقاومت کردن و شهید شدن زیر پرچم تو. اما اگر تو این به قول معروف خلافت رو شکل دادی، در اینجا حکومت رو شکل دادی فقط به خاطر اینکه دنیا رو به دست بیاری، تو خیلی پسر بدی بودی، خیلی بنده بدی برای خدا بودی، چرا که هم خودت رو هلاک کردی، هم سربازان و نیروهای خودت رو هلاک کردی و نابود کردی. گفت مادر میدونید که من بدون شک اگه بخوام جنگ رو ادامه بدم امروز کشته میشم. مادرش گفت نگاه کن، تو در این جنگ کشته بشی برات بهتر از اینه که خودت تسلیم حجاج بکنی، حجاج بن یوسف ثقفی که از همون قبیله مختار بود، و بچه‌های بنی امیه با سر تو بازی کنن، یعنی تو بازیچه خاندان بنی امیه بشی. با این سبک مادر رو بهش کرد و گفت نه مادر، من از مرگ نمیترسم، میترسم که منو تیکه تیکه کنن، منو مصلح کنن. مادرش گفت خب بعد از قتل انسان وقتی که مرد چه اشکال داره؟ بذار تیکه تیکه کنن. گوسفندی که سرشو بریدی مرده، خب تیکه تیکه بکنی که دردی حس نمیکنه، پوستشو بکشی دردی حس نمیکنه. وقتی که اسما این صحبت ها رو کرد، عبدالله بن زبیر خیلی خوشحال شد، خوشحالی در چهرش نمایان شد و گفت باریکالله به تو مادر، خدا بهت خیر و برکت بده، باریکالله به اون مقام و منزلتی که خداوند برای تو فراهم کرده. من در این ساعت اومده بودم پیش شما مادر جان تا همین حرفا رو از شما بشنوم. قسم به خدا نه من ترسیدم نه ضعیف شدم و بدون که من آماده هستم برای اینکه شهید بشم و برای این دنیا من قیام نکردم، تلاش من فقط برای آخرت بوده و هیچ نگران نباشید و بدونید که خداوند کمک خواهد کرد و ما رو رها نخواهد کرد. در هر صورت که میگه خشم من مادر به خاطر خدا بوده، به خاطر اینکه این بنی امیه اومدن اینجا ستم کردن، ظلم کردن و میبینی که اینها چه میکنن و من به خاطر محبت الله این کار کردم، وارد این جریان شدم، امور خودم رو هم به خدا واگذار کردم. مادر در این لحظه رو بهش کرد که من اگر تو در راه باطل کشته میشدی برات اندوهگین میشدم، اما در راه حق بمیری من هیچ اندوهی ندارم. گفت خب مادر شما مطمئن باشید که من هیچ عمدی در کار ندارم، من فقط برای امر معروف و نهی از منکر قیام کرده بودم، عمل بدی تا به حال انجام ندادم، در حکم خدا نافرمانی نکردم، به کسی در امانت خیانت نکردم، به مسلمانی ظلم نکردم، به عهد و پیمانی رو من نشکستم و از این گونه موارد رو شروع کرده مادرش گفتن و هر چه کردم سعی کردم خوشنودی خدا رو به دست بیارم. اینها رو مادر من نمیگم بخوام خودم تبرئه کنم بگم من نه آدم خیلی خوبی هستم، ولی خواستم بهتون خیالتون راحت کنم تا اونجا که من در توانم بود این گونه بودم و خدا بهتر میدونه من چه هستم و چگونه بودم و خواهم بودش و اینها رو فقط گفتم که برای اینی که برای شما عزای من آسان باشه و سخت نگیرید و سبک باشه مرگ من و شهادت من.
میگه مادر من خوشحال شد، گفتش الحمدلله الذی جعلک علی ما یحب و احب. خدا رو شکر میکنم که تو رو در شرایطی قرار داده که هم خودش اون شرایط دوست داره هم من دوست دارم. بعد گفت مادر جان بیا نزدیک تا من کمی تو رو بو بکنم در این لحظات آخری که داری میری و بدن تو لمس بکنم، چرا که این آخرین دیدار ما هست. خب عبدالله میگه من خودم انداختم رو دست و پای مادرم و شروع کردم در حد توان خودم دست و پای مادرم رو ببوسم و بهش احترام بذارم و مادر من شروع کرد از بینی به پایین، بینی و صورت من شروع کرد دست زدن گردن من و من همینجوری بوس میکرد و مادر من هم منو میبوسید و بالاخره خداحافظی مادر هست لحظات آخر. میگه مادرم همینجوری داشت بدنم رو لمس میکرد. گفت چرا این زرهت شله؟ این لباسی که تو پوشیدی برای جنگ، تو باید لباس جنگی بپوشی، این لباسی نیست که برای شهادت خودت آماده کنی کرده باشی. گفت مادر من لباسم رو، این لباسی که الان پوشیدم به خاطر شما اومدم اینجا که قلبتون آرام بشه، وگرنه من لباس جنگی داشتم. گفت نه اینو در بیار، بلافاصله خودتو محکم کن، لباس جنگی بپوش، لباست هم طوری بپوش و محکم کن که مثلا شلپاهات همه پوشیده بشه، دستات پوشیده بشه که اگر یه وقتی به شهادت رسیدی مردی بدنت و عورتت برهنه نشه که دشمن بگه ما اینگونه بودیم. در هر صورت عبدالله بن زبیر این زرهش و اینها رو در آورد، لباساشو کاملا مرتب کرد، دوباره لباسا رو محکم کرد و خودشو آماده کرد و گفت مادر جان من از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مادر دو دستش رو به آسمان بلند کرد و گفت خدایا رحم بکنه به عبدالله به خاطر قیام‌های شبش، نمازهای شبی که انجام داده و گریه‌هایی که در آخر شب داشته و در حالی که همه مردم خواب بودن. داستان رو همینجا داشته باشید، دنباله داستان رو در جلسه بعد که جلسه سوم میشه خدمتون ارائه خواهم داد.